عزیزای دل 11 خیلی خوش اومدید به دوره کاملا رایگان نهایی فول برای تمام دروس اختصاصی و عمومیتون توسط انتشارات فولیتو تهیه شده. میخوام یکم راجبش براتون صحبت کنم. قبلش بذار یکم از خودم بگم. من بهنام سرهنگی هستم، رتبه 86 کنکور، وارد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف شدم. 14-15 سال دارم ریاضی رو تو بالاترین سطح درس میدم و 15 تا جلد کتاب نوشتم توی حوزه ریاضیات. مدرس رسمی صدا و سیما هستم و با افتخار مدرس انتشارات وزین فولیتو، خفن‌ترین انتشارات آموزشی کشور. چرا خفن‌ترین؟ با تکیه بر آمار و ارقام میخوام بگم چرا. یک، مؤسسه ما رتبه سازترین مؤسسه کنکوری کشوره. چرا که ما توی 3 سال گذشته 127 تا رتبه زیر 1000 و 18 تا رتبه زیر 100 داشتیم. این اعداد واقعا شوخی نیستن. به لحاظ تطابق دوره‌هامون با کنکور سراسری و استاندارد بودنشون، حالا چه با کنکور چه با امتحانات نهایی، باید خیالتون کاملا راحت باشه، چون که 4 سال رکورد تطابق بچا دست ما. سالا توی پلتفرممون گذاشتیم هر سوالی که توی کنکور و توی امتحانات مطرح شده از قبل توی دوره‌های ما بررسی شده و کاملا در واقع بهش اشاره شده. پرمخاطب ترین مؤسسه آموزشی کشور در تمام پلتفرم‌های مجازی هستیم. ما توی اینستاگرام بالای 1 میلیون دنبال کننده داریم به لطف نگاه‌های ارزشمند شما. توی تلگرام بالای 300,000 تا و توی آپارات بالای 100,000 تا دنبال کننده داریم و این خیال تو رو باید راحت کنه که با یک تیم کاملا حرفه‌ای طرفی و با این دوره‌ها 20 امتحانات چه تو دروس اختصاصی چه تو دروس عمومی برات تضمین میشه. عزیزای دلم یه خورده راجع به این پروژه براتون صحبت کنم. توی 3 سال گذشته حدود 500,000 تا دانش آموز از این پروژه استفاده کردن و امتحانشون رو ترکوندن. میخوام بهت بگم که چرا این اتفاق افتاده. ببین، اولا که این ویژگی خیلی خفنی که دوره در واقع نهایی فول، حالا راجع به ریاضیش من میخوام صحبت کنم، داره اینه که من کل ریاضی شما رو توی 14 ساعت بستم. توی دروس دیگرمون، حالا دروس اختصاصی و عمومی هم که اونم رایگانه واسه اونم ساعت پایین هستش. علت این قضیه هم اینه که آموزش ما انیمیشنی، یعنی از جایی زده نشده، آموزش کامله، ولی به خاطر اون ذات انیمیشنی بودن آموزش ما تایم آموزش اومده پایین. کامل آموزش بر مبنای کتاب درسیه. تمام سوالات و تمرینات و مثالهای کتاب درسی رو براتون بردیم زیر ذره‌بین، تمامش رو بدون استثنا. کلی نمونه سوال خفن و استاندارد تحلیل کردیم یا از آزمون‌های مختلف جمع‌آوری کردیم براتون که یک دوره کامل باشه که 20 امتحانات باهاش تضمین بشه، خیالت کاملا راحت باشه برای حالا دریافت جزوات این دوره‌ها یا دیدن سایر فصولش یا سایر درس‌ها. تکرار میکنم، تمام درس‌های اختصاصی و عمومی به صورت رایگان، یا حتی اطلاع راجع به دوره‌های دیگه‌مون یا هر سوال دیگه‌ای که داری، میتونی از درگاه‌هایی که این پایین تو کپشن برات مشخص شده استفاده کنی، با ما در ارتباط باشی و لذت درس خوندن رو با ما بچشی. با فولیتو عرض ادب به بچهای گل 11 خودم. حالتون چطوره؟ ایشالله که خیلی خوب، اوضاع داره سپری میشه. در خدمت هستیم با پروژه نهایی فول. من بهنام سرهنگی، اینجا استودیوی ضبط فولیتو، فصل تابع نمایی و لگاریتم. بریم کارمون رو بدون فوت وقت استارت کنیم عزیزای من. تابع نمایی، آقا تابع نمایی یه تابعی به این فرم، یه عددی به توان x میرسه بچه، پایش عدده، توانش مجهوله، اون ورودی ها تو توان قرار گرفتن. حالا بعضی موقع یه ضریب عددی هم پشت آب توان x میتونه بشینه، یعنی در واقع این فرم کاملتری از یک تابع نماییه، یه عدد در یه عدد دیگه به توان x. خب نکته‌ای که باید بدونید راجع به این قضیه اینه که بچه‌ها شروط لازم هر گردو نیست. شرط لازم این که این داداشمون یک تابع نمایی بشه برمیگرده به پایش. خب پایش یا باید بین 0 و 1 باشه یا بزرگتر از 1 باشه. به عبارت دیگر میگن آقا پایه زمانی این میتونه بشه تابع نمایی، بهش میگیم تابع نمایی که پایش یه عدد مثبت غیر 1 بشه. خب که این عدد مثبت غیر 1 یا بین 0 و 1 یا بزرگتر از 1. بسته به اینکه کدومش باشه
این تابع رفتار خاص خودش رو نشون میده. ناکن الان مثلا اینجا اگر توی ایگرگ آب نمای ایکس پایه تو بزرگتر از یک باشه، این تابع شکل و شمایل صعودی اکید میگیره، یعنی ایکسش که زیاد میشه ایگرگش هم زیاد میشه، عرض از مبدأش یکه. ببین خود این عرض از مبدأش یکه ها. ببین ایکسشو بدی صفر، آب نمای صفر میشه یک. مثلا میخوام بهت بگم که آقا مفهومی بازی رو یاد بگیر، مثلا یه اینجور چیزی، اینم تابع نمایی آقا، اینم تابع نماییه. خب الان عرض از مبدأ این چیه؟ عرض از مبدأ ایکس رو میدی صفر، ایگرگ میشه 3 ضرب در 2 به توان صفر. بچه هر عدد به توان صفر میشه 1 میشه 3. یعنی توی این کیس این شکلی فرم تابع از 3 میگذره. بازم صعودی ها، بازم صعودی اکیده، یعنی با افزایش ایکس ایگرگت زیاد میشه، ولی دیگه عرض از مبدأش 3. یعنی میخوام بهت بگم مفهومی بازی رو یاد بگیر. توی این کیس عرض از مبدأ یکه، صعودی اکیدم هست زمانی که پایش بزرگتر از 1 باشه. حالا همین داداشمون اگه پایش بین 0 و 1 باشه، یک فرم نزولی اکید به خودش میگیره، یعنی اینجوری میشه و خب تو این کیس عرض از مبدأ 1 هستش. یه سری نتایج ما از اینجا بچه برداشت میکنیم از این نمودارها. اولا بچه با تابع یک نوای اکید طرفیم ما، یعنی یک تابع نمایی بچه یک نوای اکیده. آقا نخوندم یک نوای اکید چیه؟ آره میدونم این حالا فوکوسش رو 12، ولی خب گفتم یه ذره یه کوچولو ببرنش بالا لولو دیگه. یه نوای اکید یعنی یا صعودی اکید یا نزولی اکید. خب یه تک میره بالا، آره ایکسش که زیاد میشه ایگرگش زیاد میشه، این میشه صعودی اکید، یعنی اکید فقط داره زیاد میشه. حالا اون اکیده اگه بخواد برداشته شه توی بازه‌ای باید ثابت شه، حالا کاری ندارم. یا این نزولی اکیده، ایکسش که زیاد میشه ایگرگش یه تک داره کم میشه، بهش میگن نزولی اکید. ایکس که زیاد میشه ایگرگ کم میشه، یعنی جهت تغییرات ایکس و وای اینجا برعکس همن، ولی اینجا دقیقاً تو یه جهتن، ایکس که زیاد میشه ایگرگ هم زیاد میشه. پس اینا یه نوای اکیدن. بچه اینا توابع 1 به 1 هستن. راست میگه آقا، هر خطی شما بکشی موازی محور ایکس ها نمودار رو حد اکثر داره توی نقطه قطع میکنه یا اصلا قطع نمیکنه، پس 1 به 1 هن. و میدانیم هر تابعی که 1 به 1 باشد معکوس پذیر است. این ویژگی هایی که ما از این دوتا داداشمون برداشت کردیم. حالا دامنه و بردشون هم داشته باشیم. دامنه یعنی اون حدودی که x میتونه اختیار کنه. محدودیتی برای مقادیر x اعمال نشده، یعنی x از منفی بی‌نهایت میتونه اختیار کنه تا مثبت بی‌نهایت. خب پس دامنه اینا بچه کل r هستش، r مجموعه اعداد ریل یا حقیقی. بردشون بچه ایگرگای مثبته یا r مثبته به اصطلاح، یعنی حدودی که ایگرگشون اختیار میکنه بچه این مدل ها، مدل استانداردش نه جمع شده با عددی نه کم شده. آخه مثلا همین آب توان x به علاوه 1 شه واحد میره بالا، منهای 5 واحد میاد پایین. تو همین فرم استاندارد برد میشه از 0 باز تا مثبت بی‌نهایت. بچه ایگرگش خود 0 رو نمیگیره. ببین این نمودار به محور x ها داره میل میکنه، از محور x ها عبور نمیکنه. یعنی میخوام بگم بردش از 0 باز تا مثبت بی‌نهایت. گرفتی بازیو یا نه؟ حالا طول از مبدأ بچه گفتم نداره. آقا برخوردی با محور طول ها ندارن این تابع در حالت نرمال، ولی عرض از مبدأشون باز در حالت نرمالیه. که میگم در حالت نرمال یعنی زلمزینگو نداشته باشیم اینجا کنارش، آب توان x به علاوه کوفت منهای زهرم، همینطوری عادی، همین عادیه رو دارم بررسی میکنم. خب بیا اینجا حالا مقایسه رشد توابع نمایی رو با هم داشته باشیم. آره بچه ها نگاه کنید، الان من میخوام 5 به توان x رو با 3 به توان x با 2 به توان x مقایسه کنم. خب آقا پر واضحه که 5 به توان x از 3 به توان x تو قسمت های مثبت بزرگتره، بالاتره. چرا؟ یه x 1 مثال بزن، x 1 این 5 به توان x به ازای 1 میشه 5، این 3 به توان x به ازای 1 میشه 3. خب پس مشخصه تو x های مثبت هرچی پایه بیشتر باشه تابع بزرگتر، ارزش بالاتره. یعنی خب دیگه واضحه دیگه، یعنی نداره. تو x های مثبت هرچی پایت بزرگتر باشه نمودارت بالاتره. گرفتی؟
حالا تو ایکس های منفی سرفه چی میگه؟ تو ایکس های منفی دقیقا اینا چنج میشه رفتارشون. میبینی این ور که این زرده یا همون 3 به نمای ایکس پایین تر بود، اون ور بالاتره. چرا آقا؟ ببین باز میتونی مثال بزنی ها. مثلا منفی 1 رو مثال بزن. خب آقا 3 به نمای منفی 1 میشه 1/3، ولی 5 به نمای منفی 1 میشه 1/5. خب 1/5 از 1/3 پایین تره. پس توجیه شد نه؟ پس یه قانون تو ذهنم شکل گرفت. یه ورشونو در نظر میگیرم، ور مثبتش و ور منفی رفتار برعکس میشه. تو ور مثبت ور چیه؟ تو طرف مثبت هر چی پایت بزرگتر باشه ارزت بالاتره. حالا اونی که این ور ارزش بالاتره اون ور ارزش پایینتره. خب الان 2 به توان ایکس رو به من بگو چجوریه؟ انتظار داری نمودارش چجوری باشه؟ خب تو سمت مثبت همه ارزش پایینتره 2 به توان ایکس، تو سمت منفی همه بالاتره. یعنی این میشه 2 به نمای ایکس. قشنگ شد؟ قشنگ شد. این شد برای حالتایی که پایت بزرگتر از یکه یا نمودار فرمت صعودی اکید داره. اگر پایه تو بین 0 و 1 اسیر شده باشه، گوش ندی چی شد؟ میگم اگه پایت بین 0 و 1 باشه فرم نزولی اکید میگیره. نه مثلا 1/5 به نمای ایکس اینجوریه، میدونیم دیگه. من یه قانون ثابت بدادم، گفتم آقا تو سمت مثبت اونی که پایش گنده تره بالاتره. منطقی هم هست. آقا الان مثلا من بخوام 1/3 نمای ایکس رو رسم کنم، به نظر تو سمت مثبت بالاتر این قرار میگیره پایینتر؟ بالاتر دیگه. این میشه 1/3 نمای ایکس. چرا بالاتر آقا؟ چون بچه 1/3 از 1/5 بزرگتره. خب پس این ور چون بالاتره اون ور پایینتره. میگیری؟ قشنگ شد. حالا 1/2 نمای ایکس همه اینا بزرگتره تو ور مثبت. 1/2 بزرگتره 1/3، 1/3 بزرگتره 1/5. هرچی مخرج زیاد میشه مقدار کس کم میشه. الان 1/2 بزرگتره این دو تاست. پس 1/2 به نمای ایکس تو ور مثبت همشون بالاتر قرار میگیره، تو ور منفی همه پایینتر. دیدی چه قشنگ شد؟ پس آقا یادت باشه تو سمت مثبت، حالا اولا که آقا اگه پایت بزرگتر از 1 باشه صعودی اکیده، بین 0 و 1 باشه نزولی اکیده. حالا تو سمت مثبت چه اینا چه اینا فرق نمیکنه، هر کی پایش گنده تر بالاتر. تو سمت منفی اونی که بالاتر تو سمت مثبت بود تو سمت منفی پایین تره. خیلی واضحه. خب بیا اینجا گفته نمودار تعابیر زیرا در یک دستگاه رسم کنید و وضعیت آنها رو نسبت به هم مقایسه کنید. خب باشه این که همین چیزی که گفتم الان یه دور باز مرور کنیم، اب نداره. آقا ببین این میشه 5 به نمای x. خب 3 به نمای x این ور باید زیر 5 به نمای x باشه، پایش کمتره، اون ور ولی روش باید باشه. این میشه 3 به نمای x. حالا 2 به نمای x تو سمت مثبت باید همه اینا کمتر باشه، تو سمت منفی همشون بیشتره. این میشه 2 به نمای x. این عرض از مبدأشون اینه که x رو بده 0، عدد به توان 0 میشه 1. یا مثلا گفته اینا رو بیا رسم کن، 1/4 به نمای x، 1/3 به نمای x، 1/2 به نمای x. اینا نزولی اکیدن، یادت هست که؟ خب نزولی اکیدن. اینم 1. الان تو سمت مثبت کیه همه بالاتره به نظرت؟ نه به نظر خب این که همه پایش بیشتره، الان 1/2 پایش همه اینا بیشتره، 1/3 بیشتر، 1/3 از 1/4 بیشتر. یعنی این مثلا میشه 1/2. ببین همه اینا باید بالاتر باشه. خب بعد اونی که یه پله از این کمتره تو سمت‌های مثبت 1/3، ولی اون ور دیگه ازش بالاتره. خب این 1/3 به نمای x. اونی که دیگه این ور همه پایین‌تره 1/5، چون تو سمت‌های منفی مثبت گفتم 1/4 باشید، تو سمت‌های مثبت گفتم پایه کمتر پایین‌تر، پایه بیشتر بالاتر. خب این پایه‌اش کمتر همه پایین‌تره، ولی اون ور جبران میکنه دیگه همه بالاتر میشه. پس این سفیده هم شد چی؟ 1/4 به نمای x. قشنگ شد؟ نه؟ خب خیلی عالیه، خیلی قشنگه. سوال میگن آقا وقتی میگن فلان تابع نماییه، خب آقا سرنگی
ضابطش این شکلیه y برابر m در a به نمای x. یادت میمونه اینو؟ میگن فلان تابع نمایی است، سریع تو ذهنت میگه آها پس ضابطش y برابر m در a به نمای x. آقا سرنگی، بله عزیزم بپرس سوالتو. آقا پس چرا تو صفحه اول که داشتی تابع نمایی رو درس میدادی گفتی ضابطه تابع نمایی این است y a به نمای x؟ قربونت برم همونجا گفتم کاملترش اینه y برابر m a به نمای x. من ساده ترین تابع نمایی رو معرفی کردم که تو اصلا بفهمی تابع نمایی چیه. پس وقتی بهت گفتن تابع نماییه یعنی یه عددی در یه عدد دیگه به توان x. یادت میمونه اینو؟ آفرین. حالا بیا سوال حل کنیم. بیا اینجا. کجا میری؟ بیا اینجا. میگه جدول زیر مقادیر یک تابع نمایی رو مشخص میکنن. خوش به حالش. یعنی میگه آقا اگر xش مثلا 4 باشه داداشمون y 25 x 6 باشه y 125 x b باشه بگو y. حالا یه کوفتی هست دیگه، بریم ببینیم اصلا این چیه. این چیه. خب آقا گفتی تابع نمایی یعنی y برابر m در a به نمای x. 2 تا ورودی داری، 2 تا خروجی. ورودی 4 خروجی 25 رو میده، خروجی 25 رو میدهد. ورودی 4 ورودی 6 خروجی 125. کاش این کوچیکه رو پایین می نوشتم، این بزرگه رو بالا. ورودی 6 خروجی 125 را میدهد. حالا اینا رو میتونیم به هم تقسیم کنیم. آقا چرا تقسیم میکنی؟ که پای یکی از این ام ها یکشون بریده شه. الان تقسیم کنیم طرف اینو ام بریده میشه باشه. 125 تقسیم بر 25 میشه 5. این داداشمون هم تقسیم بر این داداشمون بشه ام میره A6 به A4 میشه A2. خب یعنی الان A2 تو شد 5. A2 تو شد 5. خب آد مشخص شد. آد میشه رادیکال 5، نه دیگه مثبت منفی رادیکال 5. پایه تابع نمایی گفتیم هر گردی گردونی باید یه عدد مثبت غیر یک شه. منفی رادیکال 5 که نمیشه که. خب این قبول شد، مبارک. حالا تو میخوای امو به دست بیاری، به دست بیار. اینجا ناکن، اینجا 25 برابر است با m در a به نمای 4. بچه ها a میشه 5 به نمای 1/2 رادیکال 5 دیگه. حالا این 5 به نمای 1/2 به نمای 4 برسه آقا 4 در 1/2 ضرب میشه 2. 5 به توان 2 میشه 25. 25 برابر 25 m میشه 1. مبارکه. m که بشه 1 ضابطه این داداشمون این شکلی میشه. a که شد رادیکال 5 به نمای x. خب حالا میگه آقا بی و a کدام میتواند a به علاوه b کدام میتواند باشد. ببین این 4 این 6 من عدد بعدی واسه b 8 حدس میزنم. منطقی هم هست آقا این باید به توان زوج برسه رادیکالش بپره دیگه نه. خب من میگم اگر ورودیم بشه 8 حدس میزنم شاید این باشه. خروجی میشه چی؟ میشه y مساویه بچه رادیکال 5 به نمای 8 یعنی 5 به نمای 1/2 به نمای 8. 8 تقسیم بر 2 میشه 4. میشه 5 به نمای 4. آقا 5 تا 25 تا 5 تا 125 تا 5 تا 625 تا 625 تا اونم 8 تا میشه 633 تا. یعنی آ به علاوه بی شد گزینه 1. خداحافظ. معادلات نمایی آقا معادلاتی هستن که مجهول تو نمای بازیه. نگاه کن بی به نمای x برابر بی به نمای y. خب وقتی یه اینجور فرمی میرسی یعنی x باید برابر y باشه دیگه. خیلی مثلا خیلی تابلوه. آقا مثلا چی بگم من؟ سگ به نمای یه چیزی شده سگ به نمای یه چیز دیگه. خب وقتی پایه ها برابرن توانان باید برابر چند دیگه. یعنی x باید برابر اون دلتاشه. خداحافظ شما. حالا بیا سوال حل کنیم. بیا اینجا. آقا 4 رو من می نویسم 2 به نمای 2. ایرادی نداره، به کسی بر نخورد که. خب 8 رو می نویسم 2 به نمای 3. اینم از این. حالا بیا
توانه ها رو در هم ضرب کنم اینور، میشه 2 به نمای 2 دوتا 4 تا 2 یکی 2 تا اونور 2 به نمای 3x 3 یکی هم 3 تا. خیلی قشنگ شد. حالا میام اینا رو برابر قرار، یعنی 4x منهای 2 رو برابر میذارم با 3x به علاوه 3. این میره اونور، اون میره اینور. ببین 4x منهای 3x میشه x، میره اونور منهای 2 میشه 2 با 3 میشه 5. مبارک آقا، این جواب این معادله است. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. حالا بیا بریم بعدی. دیدی سعیم اینه که پایه هاشون رو یکی کنم. اوکی؟ حالا بیا بریم بعد. آقا 5 به نمای 3x منهای 1 که کاری باش نمیتونم داشته باشم. 125 رو میتونم بنویسم 5 به نمای 3. 5 5 تا 25 تا 5 تا 125 تا 5 به نمای 3 که میاد به نمای 2x به علاوه 1 میرسه. حالا اینجا این داداشمون این مساویه چی میشه؟ میشه 5 به نمای آقا 3 دوتا 6 تا 3 یکی 3 تا. مبارکه آقا. 5 به نمای 6x به علاوه 3 برابر 5 به نمای 3x منهای 1 شد. یعنی 6x به علاوه 3 باید برابر 3x منهای 1 شه، یعنی 3x باید برابر منهای 4 شه و از اینجا شما x رو به دست میاری منهای 4/3. قشنگ شد نه؟ خب نامعادلات نمایی حالا بریم راجبش صحبت کنیم. ببین من میخوام اینو مفهومی بهت یاد بدم که تا آخر هم یادت بمونه دعام کنی. مفهومی یاد بدم بهت. آقا سرنگی چیکار میخوای کنی؟ نامعادلات نمایی میخوام مفهومی بهت یاد. آقا بگو ببینم چجوریه. آقا نمودار تابع y برابر a به نمای x که a بزرگتر از 1 بود دیگه بلدی. یه تابع سودی اکی در 1 میگذره. خب باش. حالا یه چیز منطقی من بهت بگم. بگو آقا سرنگی ببین اگه مثلا نقطه به طول x1 اینجا باشه، نقطه‌ای به طول x2 اینجا باشه، الان عرض کدوم؟ الان میدونی که خب طول x2 از طول x1 بیشتره دیگه، یعنی میدونی این از این بیشتره. خب حالا عرض کدوم بیشتره؟ با چشت بهم بگو. آره عرض این بیشتره. عرض این بیشتره. عرض اینه. عرض این چیه؟ عرض این چیه؟ a به نمای x1. ببین به جای xش گذاشتم x1. عرض این چیه؟ a به نمای x2. میدونی منظورم چیه؟ میگم اگر x2 بزرگتر یا مساوی x1 باشه آنگاه a به نمای x2 هم بزرگتر مساوی a به نمای x1. که نگاه نمودار داره بهت میگه. این خاصیت به خاطر سعودی اکید بودن اینه. به خاطر اینه که جهت تغییرات x و y، بابا میگم سعودی اکید اونطوری قاطی نکن. آقا من نخوندم. گوش بده حرف منو. میگم به خاطر سعودی اکید بودنشه. وقتی تابع سعودی اکیده جهت تغییرات x و y یکیه، یعنی x زیاد شده y هم زیاد میشن. خب و بالعکس، یعنی شما اینو بخوای به این تبدیل کنی انگار آ رو بخوای بزنی جهت عوض نمیشه. من این برام مهم بود از اینجا نکن. وقتی آ بزرگتر از 1 اینو به توان آ برسونی جهت عوض نمیشه. اینجام آ رو پس خط بزنی بیاری اینجا باز جهت عوض نمیشه. جهت تغییرات x و y یکیه. دلیلش هم فهمیدی. حالا تو تابع نمایی نزولی اکید زمانی که پایت بین 0 و 1 این شکلیه نمودارت نزولی اکیده. این x1 باشه این x2 باشه خیلی واضحه. خب x2 بزرگتر از x1. آقا عرض این ax1 عرض این ax2. آقا عرض کدوم الان بیشتره؟ عرض ax1 بیشتره. ناکن x1 کوچیکتر از x2. عرض x1 ax1 بزرگتر عرض x2. دیدی جهت برگشت؟ اینجا کمتر مساوی بود اینجا بزرگتر مساوی شد. تمام بعد فلش دو طرف است، یعنی هم این ور میتونیم به این ور بریم هم این ور به این ور. تمام این حرفا رو زدم که بگم اگر پایت بین 0 و 1 بود خواستی خط بزنی جهت عوض میشه. پایت بزرگتر از 1 بود خواستی خط بزنی جهت عوض نمیشه. تمام این حرفا رو برای این زدم. حالا اینجا رو نگاه کن. گفتم مجموع جواب نامعادلات زیرا به دست بیاورید. خب آقا بله، من به جای 32 به جای همین 32 میتونم بنویسم 2 به نمای 5. فرمش چجوری میشه؟
میشه 2 به نمای x منهای 3 کمتر مساوی 1 روی 2 به نمای بچه 5 در 3 ضرب میشه. آقا نفهمیدیم. آقا 32 مگه 2 به توان 5 نیست که به توان 3 رسیده؟ 5 3 تا 15 تا میشه 2 به توان 15. خب حالا من بیام 2 به توان 15 و برای اینکه با اینور در واقع یکی بشه پایه‌هاشون بنویسم 2 به نمای منفی 15. میدونی که اگه یه عدد و توانش رو تو منفی ضرب کنی، اگه مخرج باشه میاد صورت، اگه صورت باشه میره مخرج. خب الان 2 به نمای یه چیزی کمتر مساوی 2 به نمای یه چیز دیگه هستش. اگه این 2 رو خط بزنیم، چون همین 2 که پایه منه بزرگتر از 1 جهت عوض نمیشه، یعنی این x منهای 3 با همین جهت کمتر مساوی منهای 15. خب از اینجا به دست میاد x کمتر مساوی منهای 12. خداحافظ. دیدی چقدر روون بود، چیز خاصی نداشت. یا این یکی نگاه کن، اصلا این آماده است. 1/3 به نمای یه چیزی کمتر از 1/3 به نمای یه چیز دیگه است. خب این یعنی این که وقتی شما این 1/3 رو خط میزنید جهت رو باید عوض کنید. گفتم پایه بین 0 و 1 بود، خط زدی جهت عوض میشه. پایه بزرگتر از 1 بود، اینها بزرگتر از 1، خط زدی جهت عوض نمیشه. الان جهت عوض میشه، میو میو عوض میشه. 2n به علاوه 5 الان دیگه بزرگتر از 7. قشنگ شد. یعنی 2n بزرگتر از 7 منهای 5 2، یعنی n بزرگتر از 1. خب برو صفحه بعدی. تابع لوگاریتمی رو بیا با هم بررسی کنیم. آقا تابع لوگاریتمی، بچه تابع لوگاریتمی بد نیست بدونید، معکوس تابع نماییه. معکوس تابع نمایی. آقا اصلا ناکن اینجا من نوشتم y برابر a به نمای x. اینو بخوایم به فرم لوگاریتمی بنویسیم چجوری می‌نویسیم؟ خب این برابر x مساوی میشه با لوگاریتم y در مبنای a. چی شد الان که اینطوری شد؟ ببین یه جمله طلایی از من یاد بگیر. یه جمله قرارداد بین من و تو. هر توانی یه لوگ داره. این یه جمله قراردادی بین من و تو. هر توانی یه لوگ، یعنی این توانه مساوی یه لوگاریتم میشه. حالا چجوری؟ ببین بچه به این که جلوی لوگاریتم میگن جلوی لوگاریتممون، به این پایینش میگن مبنای لوگاریتم. خب الان این باید بشه یه لوگاریتم. خب این توان مساوی لوگاریتم میشه، یعنی باید بیاد پایین داداشمون. اینم زحمت میکشه، یه ذره میره اینور، اونم میره بالا. ببین تو یه جهت انگار داری میچرخونیشون. این رفت بالا y، این اومد پایین آ، یه لوگ هم میذاری جلوش مساوی x. دیدی چه قشنگ شد؟ حالا اونوریش هم برات بنویسم. مثلا اونوری 2 به توان 3 شده 8. اونوری اینو برام لوگاریتمی بنویس. باشه لوگاریتمی. یادت باشه هر لوگاریتمی یه توانی داره، یعنی این توانه باید مساوی لوگاریتم شه، یعنی باید مساوی لوگاریتم شه. یه لوگاریتم این اومد کجا؟ این داداشه اومد پایین دیگه. اینجا همشون توی یه جهت اینطوری میچرخن، همشون. میبینی این اومد 3، این اومد 2 پایین، 8 رفت بالا. لوگ 8 در مبنای 2. خب یا مثلا برعکسش هم برات بنویسم. آقا لوگاریتم x در مبنای سگ مساوی مثلا y. خب آقا هر لوگاریتمی توانی داره، هر توانی لوگاریتمی داره، هر توانی لوگاریتمی داره. یعنی این داداشمون توانه یعنی باید بره کجا؟ بره بالا دیگه. رفت بالا، رو توان نشست. حالا این سگه میاد زیرش، همه همین جهتی میچرخن. میبینی همه همین جهتی میچرخن. y رفت بالا، سگ اومد زیرش، x هم اومد اینجا. x برابره سگ به نمای y. قشنگ شد نه؟ خب حالا این تابع لوگاریتمی. آقا تابع لوگاریتمی مثل شروط داره بچه‌ها، حواستون باشه. ببین هر ورودی نمیتونه وارد تابع در واقع لوگاریتمی بشه. اینا یه محدودیت اعمال میکنه. اولا جلوی لوگاریتم همیشه باید مثبت باشه، چیز منفی یا صفر نمیتونه بشینه. پایین لوگاریتم هم مبناش
باید مثبت غیر یک بشه. ببین این مبناه این اون پایه است، میبینی اصلا این پایه ناکن اومده کجا قرار گرفته؟ رو مبنا، میبینی اصلا داری میبینی دیگه. بعد یه شرطی داشتیم واسه پایه تو تابع نمایی، چی بود؟ پایه باید مثبت غیر یک باشه. خب اینجا مبنام باید مثبت غیر یک باشه. پس آقا 3 تا شرط برای دامنه لوگاریتم: 1 بالاش مثبت باشه، 2 پایینش مثبت باشه، 3 پایینش 1 نشه. این 3 تا رو اشتراک میگیری میشه دامنه لوگاریتم. حالا بریم با نموداراشون بازی کنیم. آقا لوگ x در مبنای آ، بچه اگه گفتم این مبنای آ باز یا بزرگتر از 1 یا بین 0 و 1، اگر بزرگتر از 1 باشه فرمش صعودی اکید میشه. ناکن این فرمی و از 1 هم میگذره. آقا چرا از 1 میگذره؟ به خاطر اینکه لوگاریتم 1 به ورودی اگه بدی 1 خروجی میشه 0. لوگاریتم 1 در هر مبنایی میشه 0. جلوتر میخونیم مثلا خوندید باید بدونید چراش هم واضحه. آ به نمای 0 میشه 1، هر عدد به نمای 0 میشه 1. خب پس آقا ورودی مگه 1 باشه خروجیم 0، یعنی دقیقاً طول از مبدأش میشه چی؟ میشه 1. پس اینجوری شد نمودارش، یاد باشه. بعد اینکه بچه‌ها یادتون باشه اینا معکوس تابع نمایی هم. گفتیم لوگاریتم معکوس نمایی. شما معکوس اینو میخوای رسم کنی، گفتم بهت سرتو اینطوری کج میکنی، این میشه آینش، هر چی این ور دیدی اون ورم رسم میکنی. میبینی یه اینجور حالتی میشه. یعنی این دقیقاً معکوس تابع نماییه که پایش بزرگتر از 1. خیلی قشنگ شد. حالا بیا حالت بعدی. اگر این مبنای لوگاریتم بین 0 و 1 باشه دیگه نزولی اکید میشه این فرمی از 1 هم میگذره. ویژگی‌هایی که برداشت میشه از این: اولا بچه‌ها دقیقاً اینا هم یک نوای اکیدن. اصلا یه نکته داریم، تابعی که سودی اکید باشه معکوسش هم سودی اکیده. اگه نزولی اکید باشه معکوسش هم نزولی اکیده. ببین اینا سودی اکیدن، ایکسش که زیاد میشه ایگرگش داره زیاد میشه. جهت تغییرات ایکس و وای یکیه. این نزولی اکیده، ایکسش که زیاد میشه ایگرگش کم میشه. پس یه نوای اکیدن، 1 به 1 ان. دیدی هر خط شما رسم کنیم موازی محور ایکس ها نمودار حد اکثر توی یه نقطه قطع میکنه و در نتیجه معکوس پذیرن. آره اصلا میدونیم این معکوس تابع نماییه. بعد دامنه‌شون چیه؟ بچه‌ها انتظار میره دامنه تابع لوگاریتمی ساده اینجوری میشه برد تابع نمایی سادهش. به برد تابع نمایی آره مثبت بود، مقادیر مثبت. اینم ناکن دامنش فقط تو طرف مثبت تعریف شده. میبینی؟ پس دامنه این داداشمون همین کیس ساده، نه بیان پیچیدش کنن 2 بذارن منهای 1 بذارن به توان برسونن کوفت و زهرمار بذارن. همین این داداشمون که یه ایکس اینجاست گفتیم مثلا شرطشو دیگه این باید مثبت باشه. پس دامنش آره مثبته. بردش کل مجموع اعداد حقیقی رو در مینورده ایگرگش. بچه ها این تابع ناکن میره بالا میاد پایین. پس بردش میشه آر یا مجموع اعداد حقیقی که همون دامنه تابع نماییه. طول از مبدأش بچه 1 میبینید و عرض از مبدأ نداره. خب این عرض از مبدأ نداره، علتش هم واضحه، به خاطر اینکه بچه ها به محور ارزها میل میکنه. به اصطلاح حرفه‌ای تر در سال آینده بچه رشته ریاضی میخونن که به این محور ارزها برای این تابع میگی مجانب قائم. کاری ندارم. سوال میگه آقا دامنه اینو برام به دست بیار شامل چند تا عدد صحیحه. خب گفتیم لوگاریتم جلوت میذارن 3 تا شرط: بالا مثبت، پایین مثبت، پایین 1 نشه. این 3 تا رو بینشون اشتراک میگی. بالا مثبت یعنی 25 منهای x2 مثبت، یعنی x2 کمتر از 25، یعنی x بین 5 و منفی 5. بچه x2 که کمتر از a2 میشه x بین a و منفی a. x2 که بزرگتر از a2 میشه x بزرگتر از a یا x کوچکتر از منفی a. خب این شرط 1 شد. بریم شرط 2. آقا شرط دوم من اینه که اون پایینم مثبت بشه، یعنی x4 مثبت بشه. طرف اینو توی 4 ضرب میکنیم میشه x های مثبت. اینم شد شرط دوم من. شرط سوم من اینه که اون پایین 1 نشه 1. خب این یعنی اینکه بچه با نشه دقیقاً عین مساوی برخورد کنید. یعنی x باید نشه 4.
خب اینم شد شرط 3. آقا این 3 تا شرط رو شما میخوای اشتراک بگیری، یه محور میکشی اگه سختته، 5 و منفی 5 و 0 و 4، بعد بیا مشخص کن رو محور. یکیش گفته بین منفی 5 و 5، یکیش گفته بزرگتر از 0، یکیش گفته همه جا بشه جز 4، همه جا بشه جز 4. بچه جایی که همه اینا حضور دارن کجاست؟ اشتراکشون از این ور شروع میشه، بعد میره 4 باید توش خالی شه. اشتراک یعنی جایی که همه باشن و این نیست. پس 4 بعد اشتراک کشیده شه بیرون، میره جلو تا اینجا استوب میکنه تا 5. اینجا بعد دیگه این داداشمون نیست. همیشه از 0 تا 5 منهای 4، از 0 تا 5 منهای 4. این شد دامنه این تابه. خداحافظ. ارزش این دوره ها بچه 1.5 میلیون تومان بوده. با توجه به شرط اقتصادی که داخلش هستیم ما این دوره ها رو برای تمامی بچه ها رایگان کردیم. شما برای که از ما حمایت کنید، هوای ما رو داشته باشید، تا جایی که میتونید این دوره ها رو بین دوستاتون پخش بکنید که یه 20 خوشگل مال همه بچه ها بشه و ما هم رضایت قلبی رو داشته باشیم. همین حالا میریم سراغ قوانین لگاریتم. یه دور قوانین لگاریتم رو همچین دیگر بار مرور کنیم، مثل این اخبارگو حرف زدم یه لحظه. آره بیا مرورش کنیم. لگاریتم 1 در هر مبنایی میشه 0. در هر مبنای مجاز دیگه. مبنا بزرگتر از 0 به غیر از 1. گرفتی؟ خب بیاریم بعدی. لگاریتم هر عددی تو مبنای خودش 1. آقا راست میگه، به قرآن راست میگه. آقا آ به نمای 1 میشه آ، راست میگه دیگه. خب لگاریتم بچه با توانها اینجوری برخورد میکنه. این توان اگه مال بالایی باشه میره پشت ضرب میشه تو صورت، اگه مال پایینی باشه میره پشت ضرب میشه تو مخرج. آقا یه مثال میزنی؟ آره عزیزم، چرا مثال نزنم؟ قشنگ گوش بده. لوگ 8 در مبنای ریشه سوم 2. خب آقا بله 8 میشه 2 به نمای 3. آره عزیزم. ریشه سوم 2 آقا چی میشه؟ میشه 2 به نمای 1/3. آره این توانش 1، فرجش 3 میشه 2 به نمای 1/3. ننویسی 2 به نمای 3 ها، 2 به نمای 1/3. آره این که رفیقش نزدیکشه تاج سرشه میاد بالا. آره حواست باشه این بالایی وقتی پشت ضرب میشه 3، ولی این پایینی وقتی میاد پشت ضرب میره تو مخرج. میبینی این انه رفت تو مخرج، این ام رفت تو صورت، یعنی ام خودش ضرب میشه، ام برعکسش ضرب میشه، برعکس 1/3 میشه 3. حالا میاد ضرب در لگاریتم 2 در مبنای 2 میشه. دل نمیدی یا لوگ 2 در مبنای 2 میشه 1، 3 زتا میشه 9 تا. قشنگ شد. خب بریم بعدی. آها اینو من بذارت بگم. یه چیزی هم بهت بگم، حالا الان قانونشو میگم، از این نکته استفاده کنم که آقا لوگ آبی در مبنای سی میشه لوگ آ در مبنای سی به علاوه لوگ بی در مبنای سی. الان میگمش. خب لگاریتم ضرب رو به جمع یا جمع رو به ضرب تبدیل میکنه. خب الان ضرب شدن اینا، پس میشه لوگ جزء صحیح 1 و 2 در مبنای 3 به علاوه جزء 9 در مبنای لوگ 9 در مبنای 3. بچه جزء صحیح هر عدد میشه کوچکترین عدد صحیح کمتر از خودش، یعنی جزء صحیح 1 و 2 میشه 1 لوگش در هر مبنایی میشه 0. این داداش 9 هم میشه نوشت 3 به توان 2. درسته؟ خب این میشه 0، این هم میشه 2. آقا این چرا شد 2؟ دوش پشت ضرب شد، ضرب در لوگ 3 در مبنای 3. آقا لوگ 3 در مبنای 3 هم 1 میشه، 2 یکی 2 تا دیگه. چرا میخوای بزنیم 0 علاوه 2؟ گرفتی جان من؟ خدا رو شکر. چه قشنگ شد، چه قشنگ داره میره جلو. حالا یه مثال همین نکته‌ای که الان گفتم، لگاریتم ضرب رو به جمع تبدیل میکنه. آره یه مثال دیگه این بزنیم. آقا لوگ x2 در مبنای قدر مطلق برای لوگ x4 در مبنای قدر مطلق. خب آقا جمع به ضرب تبدیل میشه لوگ x2 در x4 در مبنای قدر مطلق x. آقا x2 در x4 جمع رو به ضرب. آقا تو رو خدا اینا رو قاطی نکنید. نه بنویسید لوگ آ ضرب در لوگ بی میشه لوگ آ به علاوه بی. آقا گفت ضرب رو به جمع تبدیل. این نه لوگ یه چیزی به علاوه لوگ یه چیز دیگه، اینا وقتی جمع میشن
با هم دو تا لگاریتم که جمع میشن حاصل میشه یه دونه لگاریتم. دو تا لگاریتم که جمع میشن حاصل میشه یه لگاریتم. بعد این جلوهاشون تو هم ضرب میشه. آقا سوتی ندی یا؟ خب آفرین. الان ها کن x2 در x4 ضرب میشه x6. حتما هم باید مبناهاشون یکی باشن که بتونیم این کارو کنیم. آره لگاریتم x6 در مبنای قدر مطلق x. ببین این شیشه که میره پشت، این x جلوش میره تو قدر مطلق. این یه نکته بذار بگم کنکوری ولی ممکنه تو نهایی هم شیطنت کنن بدن. چرا آقا سرنگی؟ بچه یه دونه این x6 از مثلا زیر رادیکال با فرض 2 که میخواست بیاد بیرون، 6 با 2 ساده میشد x3، بعد میرفت تو قدر مطلق. میگفتیم آقا این در واقع رادیکال فرض زوج باید مساوی چیز مثبت شه. من از کجا بدونم x هم مثبته؟ شاید x منفی باشه به توان 6 رسیده باشه، میتونه بشینم زیر رادیکال اونطوری. خب حالا اینم داستانش همینه. میگم آقا من کجا بدونم x مثبته؟ اگه 6 رو ببرم پشت، بعد این xی که موند اینجا منفی شد، کی جوابگوه؟ کی میخواد جواب بده؟ جلو لگاریتم نمیتونه منفی بشه. خب برای اینکه این مشکل پیش نیاد، توان زوج رو از بالا یا پایین که میبری پشت میندازی تو قدر مطلق، عین رادیکالای فرض زوج. حالا اینم که میشه 1 و 6 1 6 تا. این نکته حرفه‌ای بود که گفتم اشاره‌ای بهش کنم. آره بیا بعدی. آقا لگاریتم تقسیم رو به تفریق تبدیل میکنه. بازم میگم سوتی ندی. لگاریتم دو تا چیز که از هم کم شدن برابر لگاریتم تقسیم جلوهاشونه. آقا اگه لگ 3 بشه نیم، لگ 27 صدم چی میشه؟ یه سواله. لگ 3 شده نیم، لگ 27 صدم رو میخواد. خب لگ 27 صدم میشه لگ 27 تقسیم بر 100 که میشه لگ 27 منهای لگ 100. یه چیزی بهت بگم، میدونم میدونی ها، دارم مرور میکنم. آقا مبنای لگاریتم که نمیذارن منظورش اینه که مبنا 10، یعنی لگاریتم 27 یعنی همون لگاریتم 27 در مبنای 10. یادت میمونه؟ پس مبنای لگاریتم نذارن 10 ها. خب الان اینا مبناشون 10. لگ 27 در مبنای 10، 100 در مبنای 10. خب آقا بله 27 نمیشه 3 به توان 3. خب بابا 3 به توان 3 این توان پشت بالا رو بیار پشت ضرب کن 3 تا لگ 3، یعنی 27 میشه 3 تا لگ 3، یعنی 3 تا نیم تا که میشه 1 و نیم تا. بعد این 100 چی میشه بچه؟ لگ 100 میشه 10 به توان 2، دوش میاد پشت، بعد میشه 2 تا لگ 10 در مبنای 10 یعنی 2 میشه. خب این لگ 100 هم میشه 2. آقا 1 و نیم منهای 2 میشه منفی نیم. خداحافظ. قشنگ شد. حالا اینجا بچه این نکته خوبیه، باید بلدش باشید، اینکه اگه لگاریتم در توان باشه چی؟ کل لگاریتم بره تو توان. ناکن آ به توان لگ بی در مبنای سی. بچه جای این پایه و جلوی لگاریتم قابل تعویضه، یعنی این آبی میتونن با هم جاشون عوض شه. میگیری چی بهت میگم؟ خب به خاطر همینه که چنین قانونی متولد میشه که آقا میگن این مساوی بیه. چرا مساوی بیه؟ آ به توان لگ بی در مبنای آ. چرا؟ چون جای بی و آ عوض میشه. ببین بی میره پایین، آ میاد بالا. میشه بی به توان لگ آ در مبنای آ، یعنی بی به توان ای که میشه بی. حالا اینو لازم نیست حفظ کنی ها، اینو حفظ نکن. این مثال بود، اینو باید بلد باشی. خب یه نکته دیگه اینجا باید بلد باشی به اسم قانون تغییر مبنا که از همین در واقع نکات مهمیه که همه جا سوال میشه و خیلی مهمه. زمانهایی که ما بخوایم مبنای لگاریتم رو به صورت مصلحتی تغییر بدیم، مثلا داده های مسئله مبنای لگاریتماش 2، خب خواسته مسئله میاد تو لگاریتم در مبنای 3 سوال میپرسه. خب این منطق آدم میگه که آقا تو داده های مسئله رو ببر تو مبنای 3. حالا این ببر تو مبنای 3 یعنی تغییر مبنا. تغییر مبنا چجوری صورت میگیره؟ آقا من بخوام لگ x در مبنای y و لگاریتمشون مبناهاشون رو آیی کنم. گرفتی چی میگه؟ آیی کنم. آیی. خب اگه بخوام آیی کنم لگاریتمشون رو مبناشون رو، خب میشه لگاریتم x در مبنای آ به روی لگاریتم y در مبنای آ.
یعنی مثلا من میخوام لگاریتم 2 در مبنای 4 رو ببرم تو مبنای 3. خب این میشه لگاریتم 2 در مبنای 3 به روی لگاریتم 4 در مبنای 3. ببین هر جفتشون میرن تو مبنای 3. اوکی. حالا این یک نتیجه ای میده، این که خیلی مهمه، این نتیجه رو باید بلد باشید که آقا لوگ x در مبنای y اگه جای جلو و مبنای لگاریتم رو عوض کنیم برعکس میشه. یعنی لوگ x در مبنای y میشه 1 روی لوگ y در مبنای x. چرا آقا سرنگی؟ چراش از همین میشه در واقع به دستش آورد. ببین لوگ x در مبنای y رو ببر توی مبنای x، اینو ببر تو مبنای x، ببر تو مبنای x، اما ببینه ببره آقا میشه لوگ x در مبنای x به روی لوگ y در مبنای x. بردیم تو مبنای x، صورت که یک مخرج هم که میشه لوگ y در مبنای x. بچه خیلی چیز مهمی بودا، قانون تغییر مبنا و اینکه جلو مبنای لگاریتم رو چنج کنیم جاشون عوض لگاریتم برعکس میشه، یا به اصطلاح ما چواشه میشه. ما لورا به برعکس میگیم چواشه، ما میگیم چواشه میشه. لوگ x در مبنای y میشود چواشه لوگ y در مبنای x. برعکسش میشه. گرفتی یا به یه زبون دیگه بهت بگم؟ گرفتی. خب پس لازم نیست زبان را تغییر دهیم. به یه زبان دیگه منظورم یه زبان دیگه، انگلیسی مثلا یه زبان دیگه بود، منظور بدی نداشتم، ناراحت نشی. خب مثال کتاب. بابا کی ناراحت میشه؟ آخه همه میفهمن داری شوخی میکنی. چرا اینطوری؟ کی ناراحت میشه؟ کسی ناراحت نمیشه، داری شوخی میکنی دیگه. ای بابا. مثال داشته باش. مثال کتاب میگه اگر لگاریتم 2 بشه 3/10 از من لگاریتم 5 رو میخواد. ای پدر سوخته، لوگ 2 داده لوگ 5 رو میخواد. خب یه قانون باقلوا اینجا باید بلد باشی. آقا چی؟ ببین عزیز دلم گوش بده، لگاریتم 10 میشه چند؟ میشه 1. آقا چرا؟ آقا لوگ 10 در مبنای 10 میشه 1 دیگه. گفتم مبنای لگاریتم نظر مبناش 10. خب لوگ 10 میشه 1. آقا 10 نمیشه نوشت، نمیشه 10 نوشت و 5 تا به خدا میشه. خب پس اینجا یه قانون تولید نمیشه. چی آقا؟ لوگ 2 به علاوه لوگ 5 برابر 1. بچه این قانون مهمیه، ارتباط بین لوگ 2 و لوگ 5 خیلی هم منطقیه. خب آقا لوگ 2 رو به تو داده، لوگ 2 رو داده 3/10. خب لوگ 5 چی میشه؟ میشه 1 منهای 3/10 7/10. تموم. والا. حالا ببین این بازی رو میتونه با عددهای دیگه هم برات راه بندازم. یعنی مثلا نگاه کن، این خیلی معروفه بچه ها، معروف سگ این. حالا میتونه شیطنت کنه یکم سخت‌ترش کنه. چجوری آقا؟ بچه ها مثلا لوگ به عنوان مثالی عدد چرت 6 مثلا. آقا 6 در مبنای 6 میشه 1. نه خب اینو میشه نوشت مثلا 6 رو میشه نوشت 2 3 تا. بعد اینجا میشه این کارو کرد، بنویسیم لگاریتم 2 در مبنای 3 به علاوه لگاریتم 2 در مبنای 6 ببخشید مبنا 6 2 در مبنای 6 به علاوه لگاریتم 3 در مبنای 6 میشه 1. اینم یه قانون ده. تا صبح میتونم بهت قانون بدم. خب آخه به درد نمیخوره که تو قالبو باید بلد باشی. یک قانون که نباید از قالب. ببین مثلا 15 در مبنای 15 آقا خب 1. خب 15 میشه چی؟ 3 5 تا آقا قربونه. لوگ 3 در مبنای 15 لوگ 5 در مبنای. ببین ماهیگیری به یاد دادم؟ نه ماهی گرفتی یا نه؟ منتها این خیلی بچه مهمه، باید حواست بهش باشه. آره. سوال بعدی میگه لوگ 5 شده 7/10، لوگ 3 شده 47 لوگ 7 شده 84 بعد حاصل لوگ 12 ضرب در 7 به توان 3 تقسیم بر 25 رو از من میخوام. آقا نگاه کن، 12 میشه 3 ضرب در 4 یعنی 3 ضرب در 2 به توان 2. بین اونایی که ضربه
خب لگاریتم تبدیل میشه به جمع. اونایی که تقسیم لگاریتم تبدیل میشه به تفریق، این قانون کلی بود. تو محاسبات لگ 3 رو میخوای که داری، لگ 2 هم میخوای. ببین 12 میشه 3 4 تا، اون 4ش با 2 نوشته میشه. لگ 2 باید به دست بیاری از لگ 5، همین الان بهت گفتم. لگ 7 هم داری، لگ 5 هم داری. خب حالا ببین اینجا من چیکار میکنم. میگم آقا جون اول بسم الله من میدونم لگ 10 برابر 1 برابر با لگ 2 به علاوه 5، چون 10 میشه 2 5 تا، میشه نوشتش 2 به علاوه 5. خب لگ 5 رو دادی 7/10، از اونجا من لگ 2 رو به دست میارم. 1 منهای 7/10 3/10. تموم شد. این شد لگ 2. حالا بریم بازیمون رو شروع کنیم. تو از من خواستی که بیام لگاریتم 12 و بچه 12 من بنویسم 3 4 تا، 3 2 به توان 2، اینم 7 به توان 3، همه رو به صورت توانی بنویس. خب 3 4 تا نوشتم، اینم 7 به توان 3، 25 هم 5 به توان 2. آقا لگاریتم اول بسم الله من بهت بگم تقسیم رو به تفریق تبدیل میکنه. یعنی این الان چجوری میشه؟ میشه لگاریتم این منهای این پایینیه، 3 ضرب در 2 به توان 2 ضرب در 7 به توان 3 منهای لگاریتم 5 به توان 2. یه پله دیگه لگاریتم ضرب و به جمع تبدیل میکنه. یعنی میتونم بنویسم لگاریتم 3 به علاوه لگاریتم 2 به توان 2 به علاوه لگاریتم 7 به توان 3 منهای لگاریتم 5 به توان 2 چی میشه؟ بعد اینم میتونم اینطوری بنویسم لگاریتم 3 به علاوه توانشو بندازم پشت 2 تا لگاریتم 2، توانو بندازم پشت 3 تا لگاریتم 7 منهای 2 تا لگاریتم 5. خب لگاریتم 3 چی میشه؟ 47 به علاوه 2 تا لگ 2، 2 تا لگ 2 یعنی 2 تا 3 6 به علاوه 3 تا لگ 7، 3 تا لگ عددهای یه جوری 3 تا آخه دیگه امتحان نهایی این عدداش چرت میشه. 3 تا لگ 7 یعنی 3 تا 84 صدم. خب آقا 3 تا 80 تا 240 تا 3 4 تا هم 12 تا 240 تا اونم 12 تا 252 تا 252 میشه 252. منهای 2 تا لگاریتم 5 یعنی منهای 2 تا 7/10 که میشه 1 و 14. خب بریم محاسبات اینم انجام بدیم. آقا منهای 1 و 14 به علاوه 6 میشه منهای 8 به علاوه ببین 252 با 47 صدم، اون 52 47 میشه ببین 5 و 4 میشه 9، 7 و 2 هم میشه 9 میشه 99 میشه 299 299 منهای 80 صدم میشه 219. بریم بعدی. گفته معادلات زیرا حل کنید. بچه قبل از استارت به حل معادلات لگاریتمی دامنه‌شون رو باید چک کنید. ببین نمایی‌ها دامنه‌شون محدودیت نداشتن ولی لگاریتم‌ها محدودیت داشتن. به x به علاوه 1 باید بزرگتر از 0 باشه، یعنی این، یعنی x باید بزرگتر از منفی 1 باشه، این شرط شماره 1. x به علاوه 4 باید بزرگتر از 0 باشه، یعنی x باید بزرگتر از منفی 4 باشه، این شرط شماره 2. 1 و 2 باید اشتراکشون رو بگیرید. 1 اشتراکش با 2 میشه x های بزرگتر از منفی 1، یعنی اینا قبولن، این محدود کننده دامنته. حالا بریم سراغ حل این. آقا لگاریتم جمع رو تبدیل میکنه به ضرب، یعنی میشه لگاریتم x به علاوه 1 در x به علاوه 4 در مبنای 3 مساوی 2. خب آقا این x به علاوه 4 که میشه اتحاد یه جمله مشترک، یعنی x2 به علاوه جمعشون 4 تا و یکی 5 تا به علاوه ضربشون، یعنی 4 یکی 4 تا در مبنای 3 برابر 2. آقا از تعریف لگاریتم استفاده میکنیم. ببین 3 به توان 2 برابر میشه با این، یعنی x2 به علاوه 5x به علاوه 4 برابر 3 به توان 2 که میشه 9. درسته؟ حالا همه رو میاریم یه طرف، میشه x2
به علاوه 5x منهای 5 مساوی 0. درسته؟ خیلی هم عالی. عرضم به حضورتون که در ادامه بازی شما باید الان دلتا بگیرید که دو تا ریشه واسه این داداشمون تولید کنید دیگه. ببینید ریشه ها چیه. دلتاش میشه b2 25 منهای 4 آسی آ در منهای 5. ببین 4 5 تا 20 تا 25 تا میشه 45 تا. این دلتای تو میشه. حالا ریشه های تو یا میشن منفی b یعنی منفی 5 به علاوه یا منفی 5 منهای رادیکال دلتا. بچه رادیکال 45 میشه 9 5 تا 9ش میاد بیرون میشه 3 رادیکال 5 تقسیم بر 2a یعنی تقسیم بر 2 یکی 2 تا. خب ببین اینجور عددهایی به تو میده. حالا برای اینکه تو بدونی آقا کدوم جوابه، ببین اونایی جوابن که بزرگتر منفی 1 باشن. من میگم ناکن x باید بزرگتر از منفی 1 باشه. اینو حدودی حساب کن. تقریبا چی میشه؟ این میشه منفی 5 به علاوه 3 تا بچه رادیکال 5 یکم بیشتره 2 دهم تقسیم بر 2 یا این میشه منفی 5 منهای 3 تا 2 دهم تقسیم بر 2. آقا 5 ببین 3 2 تا 6 و 5 11 تقسیم بر 2 حدوداً 5 خورده منفی 5 خورده. این قبول نیست چون کمتر منفی 1 نیست بیشتر منفی 1 نیست. حالا منفی 5 به علاوه 3 تا 2 دهم 3 تا 2 دهم میشه 6 و 6 دهم منهای 5 6 و 6 دهم منهای 5 میشه 1 و 6 دهم حدوداً تقسیم بر 2 میشه 8 دهم. آقا یعنی این قبوله. خب پس برای این گفتم شرط ابتداییشو باید حتما حساب کتاب کنید که مشکلی پیش نیاد. آخرش جوابا باید داخل دامنه باشن. خب آقا گفته نمودار هر کدوم از ضابطه‌های زیر رو بهش نظیر کنید. خب این واضحه که اینه دیگه. یعنی 2 به توان x این بوده. این 2 به توان x از عرض از مبداش یکه دیگه. یعنی از 1 رو محور ارسا میگذره. میگه 2 به توان x رو به علاوه کن. یعنی یه باید بیارش بالا. خب دیگه از 2 میگذره. یا مثلا یکی میگه لوگ x منهای 1. آقا لوگ x اینه. این لوگ x لوگ x منهای یعنی x رو بردار جاش x منهای 1 بذار. آها یعنی یه واحد باید ببریمش سمت مثبت رو محور x ها. یه واحد میره اینور از 2 میگذره دیگه. پس این لوگ x شد. این شد چی؟ لوگ x منهای 1. حالا بعدی گفته نمودار تعابع زیر رو رسم کنید. منفی لوگ x منهای 1. ببین آقا میگی لوگ x منهای 1 این از 1 میگذره. ببخشید سعودی اکیده چون پایش بزرگتر از 1 پایش 10 دیگه مبناش 10 این شکلیه. از 1 میگذره. این میشه لوگ x. حالا وقتی میگه x منهای 1 یعنی یه واحد باید ببریم سمت مثبت. یه واحد ببریم سمت مثبت دیگه از 2 میگذره. این میشه لوگ x منهای 1. حالا داره میگه یه منفی بیا ایگرگش رو ضرب کن. کل این ایگرگ ارزه توی منفی ضرب میشه. یعنی ارزات قرینه میشن. ارزای مثبت منفی میشن. ارزای منفی مثبت. یعنی نسبت به محور x ها قرینه میشه. میبینی این شکلی میشه. میشه منفی لوگ x منهای 1. این یکی رو بیا رسم کنیم. یه خورده مرتبش کنیم. میشه منفی 2. میشه منفی بچه ها این 2 به نمای منفی x رو نیستم 1/2 به نمای x به علاوه 1. حالا اول شما باید 1/2 به نمای x رو رسم کنید. بعد منفیشو تاثیر بدی. بعد یقه نمودار بگیری یه واحد بکشیش بالا. آقا 1/2 به نمای x یک تابع نزولی اکید از 1 میگذره. میشه 1/2 به نمای x. حالا منفیش یعنی ارزهای مثبت را منفی کن. یعنی قرینه نسبت به محور طولها. این میشه چی؟ منفی 1/2 به نمای x. حالا این منفی 1/2 به نمای x رو میگه یه واحد بیار بالا. آقا یه واحد که بیاریمش بالا دقت کنید بچه ها نکنید. این مشکیه الان داره به محور x ها میل میکنه. یعنی به عرض 0. الان دیگه باید به عرض 1 میل کنه. یه واحد اومد بالا. عرض از مبداش هم از 0 دیگه میگذره نه از 1. اینجوری میشه. خب یعنی اینجا 1 اینم از 0 گذشت. این الان میشه چی؟ منفی 1/2 به نمای xی که یه واحد رفته بالا. بعدی
کاربرد لگاریتمو در زلزله داشته باشیم دور از گوش خودمون، خانواده هامون، اول ایران بعد حالا سایر نقاط انشالله بلا از همه دور باشه. آقا کاربرد لگاریتم در زلزله، انرژی آزاد شده بچه از یک زلزله ام ریشتری رو با ای نشون میدن. ای واحدش ارگه، اینجا واحد بیان انرژی ارگ ای آر جی. آقا نشیدیم تا حالا، منم تا قبل اینکه اینو ببینم نشیده بودم، الان دیگه شنیدی. یک زلزله ام ریشتری، ای واحد انرژی که واحدش ارگه، انرژی تولید، ای ارگ انرژی تولید میکنه. خب رابطش اینه، ببین لگاریتم ای برابر 11.8 به علاوه 1.5 ام، 11.8 به علاوه 3/2 ام. بچه باید حفظش کنید. لگاریتم اون انرژی که آزاد میشه 11.8 به علاوه 1.5 یعنی 3/2 ام. ام بزرگی زلزله است با ریشتر بیان میشه. خب الان یه دونه سوال حل کنم از این. گفته در زلزله‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر مقدار انرژی آزاد شده چقدر؟ سریع فرمول واسش می‌نویسی. لگاریتم ای برابر 11.8 به علاوه 3/2 ام. دیگه من به جای ام بذارم 4.8 بچه‌ها. آقا 4.8 تقسیم بر 2 میشه 2/4. 2/4 بچه‌ها ضرب در 3 تا 24 تا میشه 72 تا دیگه. 3 تا 2/4 میشه 7/2. 7 تا و 11 تا میشه 18 تا. یه 8 یه 2 یک 18 و 1 میشه 19. یعنی لگ ای شده 19. ای یعنی لگ ای یعنی لگ ای در مبنای 10 شده 19. پس ای برابر 10 به توان 19. ای برابر 10 به توان 19 ارگ گزینه 2. بریم سراغ اسلاید بعدی عزیزای دلم. تمرین کتاب گفته کدام گزاره صحیح است؟ نقطه 1/2 رادیکال 5 روی نمودار تابع این قرار دارد. ببین صحیحه یا نه. آقا طولشو بده 1/2 ببین عرضش میشه رادیکال 5 یا نه. طولو بده 1/2 عرضش شد رادیکال 5. آره پس طول 1/2 عرض رادیکال 5 روی این قرار داره. این صحیحه. بعدی محل تقاطع نموداره ایگرگ برابر 10 به نمای ایکس با محور وای ها این نقطه است. بچه تقاطع با محور وای ها تو ایکس مساوی 0 اتفاق میفته. یعنی ایکسشو میدی 0 میبینی ایگرگش میشه چی؟ ایگرگش میشه 10 به توان 0. هر عدد به توان 0 بچه برسه میشه 1. یعنی نقطه ای که نقطه تقاطع این تابع با محور ایگرگ هاست طول 0 عرض 1 نه طول 0 عرض 10. پس این غلطه. بعدی دامنه توابع با ضابطه این و این با هم مساوی هن. بچه دامنه تابع نمای آره، دامنه چند جمله‌ای هم آره اعداد حقیقی. پس اینا دامنه هاشون برابره. بعدی محل تقاطع نمودار تابع با ضابطه این با محور ایکس ها نقطه اینه. آقا تابع نمای همینجوری آقا 6 به نمای ایکس یه تابع نمای نرمال با محور ایکس ها برخوردی نداشت. این نمودارش اینه 6 به نمای ایکس میلی میکنه به محور ایکس، برخوردی با محور ایکس نداره. این غلطه. خب بعدی معادله نمای زی را حل کنید. حل میکنید. آقا به جای 9 مینویسم 3 به توان 2 که به توان ایکس میرسه. اون برم مینویسم 3 به توان x2 منهای 4x. عزیزای دلم این سمت میشه 3 به توان 2x. ببین x تو 2 زد. حالا پایه ها یکی هن؟ توان هم باید یکی باشه. یعنی x2 منهای 4x باید برابر با 2x باشه. این توان ها باید یکی باشن. یعنی x2 منهای 6x باید برابر 0 باشه. شما از xش فاکتور بگیر عمو ببینه x منهای 6 مساوی 0 میشه. 2 تا x به ما میده یا x هم 0 یا x هم 6. معادلات نمایی دیگه دامنهشون محدود نمیشد توابع نمایی که بیایم تهش با دامنه اشتراک بگیریم. معادله لگاریتمی بود که اول باید دامنهش رو به دست می آوردیم بعد معادله رو حل می کردیم. جواب می شد جواب معادله اشتراک دامنه. تو دامنه اون ایکس های مجازن. مثلا ایکسی تو دامنه نباشه نمیشه. نمایی ها نه.
بدبختا این جنگولک بازی ندارن، دامنه‌شون آره محدودیتی نداره، همه جوابا قبوله، خداحافظ. گفته حاصل عبارت زیر رو به دست بیارید. به دست میاریم، این میشه 3 به توان لگاریتم. خب این 10 بچه این 1000 رو می‌نویسم 10 به توان 3 زیر رادیکال. خب بعد میام چیکار میکنم؟ این بچه ها میشه 3/2 10 به توان 3/2. یادت باشه این نزدیکشه، این خارج خونه است. کسی که نزدیکته تاج سرته، این 3 میاد بالا، اینم 10. درسته؟ حالا بیا اینو بنویس 3 ضرب در 3/2 ضرب در لگاریتم 10 در مبنای 10. این توانه اومد پشت، این که یکه. خب 3 تا 3/2 میشه 9/2. خداحافظ. بعدی لگاریتم 27 به توان 1/2 در مبنای 3. 27 رو می‌نویسم 3 به توان 3 که به توان 1/2 رسیده در مبنای 3. آقا 3 ضرب در 1/2 باریکلا میشه 3/2، یعنی 3 به توان 3/2. 3 ضرب در 1/2 میشه 3/2 در مبنای 3. 3/2 میاد پشت ضرب میشه 3/2 ضرب در لگاریتم 3 در مبنای 3 که این یکه. 3/2 ضرب در 1 میشه 3/2. این هست. بعدی گفته اگه fx این باشه مقدار f42 رو برای من حساب کن. خب f42 یعنی آقا جون به جای x بذار 42. f42 برابر است با 3 منهای 2 تا لگاریتم. خب آقا 42 تقسیم بر 2 21 منهای 5 در مبنای 4. یه بار دیگه 3 منهای 2 تا لگاریتم. آقا 21 منهای 5 میشه 16. درسته؟ وقتی میشه 16 من بیام یه کاری کنم، 16 رو بنویسم 4 به نمای 2 که مثل این پایینی بشه. خب بعد اینطوری بنویسم 3 منهای 2 تا این 2 رو بیارم پشت، ضرب کنم لگاریتم 4 در مبنای 4 که این 4 در مبنای 4 1، 3 منهای 4 میشه منهای 1. خداحافظ. بعدی گفته اگه نمودار این از 2 عبور کنه آ رو به دست بیار. از 2 عبور میکنه، یعنی طول اگه بدی 2 عرض میشه 2، طولو میدی 2 عرض میشه 2، ورودی رو میدی 2 خروجی هم میشه 2. خب الان آ به توان 2 برابر 2 طبق تعریف هر لگاریتمی توان هر توانی این لگاریتم داره. این توان بوده میره بالا، این میاد زیرش، اینم میاد پایین، یعنی آ به توان 2 میشه 2. خب 2 تا آ اینجا حاصل میشود، یا آ ما رادیکال 2 یا آ منفی رادیکال 2 که این قبول نیست، این قبوله. چرا پایینی قبول نیست؟ چون مبنای لگاریتم باید یک عدد بزرگتر از 0 مخالف 1 باشه. بعدی معادلات لگاریتمی زیرا حل کنید. حل میکنیم. منو از چی میترسونی؟ کلا برای حل معادلات لگاریتمی میتونیم 2 تا کار کنیم. یا اول دامنه‌شون رو به دست بیاریم، تهش جوابا رو با دامنه اشتراک بگیریم، یا نه اول جوابا رو به دست بیاریم تهش چک کنیم جوابا قابل قبول باشن، یعنی اینو مثبت کنن اینو مثبت کنن پایینم 1 نکنن. فکر کنم حالت دوم ساده تر باشه براتون. یعنی اول حل کنیم تهش فقط یادت باشه معادله لگاریتمی محدودیت وارد میکنه برای مقادیر ورودی ها. خب آقا این با این میره یه جورایی، P2 منهای 2 برابر با پیه، این میاد این ور، P2 منهای P منهای 2 برابر 0. 2 تا عدد پیدا کن جمعش بشه منهای 1 ضربش بشه منهای 2. آفرین، منهای 2 به علاوه 1 جمعشون میشه منهای 1 ضربشون میشه منهای 2. خب 2 تا پی اینجا حاصل میشه، یا پی من برابر با 2 هستش یا پی من برابر منفی 1. میگم آقا این غیر قابل قبوله. چرا؟ چون جلوی لگاریتم منفی میکنه. گفتم جلوی لگاریتم مثبت پایین 1 نشه. 2 قبوله. آقا 4 منهای 2 این که مشکلی براش اینجا هم 2 بذاریم مشکلی براش ایجاد نشه. این قبوله، این قبول نیست. خب این حالا گفتم میتونیم اول حل کنیم آخرش بیایم چک کنیم تو دامنه ببینیم کدوم قبوله کدوم نه. ببین جمع تبدیل میشه به ضرب، یعنی لگاریتم x به علاوه 1 در x منهای 1 در مبنای 5 برابر 1، یعنی 5 به توان 1 میشه این، 5 به توان 1 میشه 5. این چیه؟ این اتحاد مزدوج x2 منهای 1، یعنی x2 میشه 6. 2 تا x برای من تولید میشه، یا x هم میشه رادیکال 6 یا x هم میشه منفی رادیکال 6. منفی رادیکال 6 قبول نیست چون جلوی لگاریتم منفی میکنه.
خب رادیکال 6 قبوله. ببین جلوی اینو مثبت میکنه، جلوی اینم مثبت میکنه، این قابل قبوله. یه جواب. بعدی میگه فرض کنیم جی ایکس بشه 4 به نمای ایکس به علاوه 2. جی منفی 1 رو به دست بیار. خب باشه الف جی منفی 1 یعنی به جای ایکسش بذار منفی 1 میشه 4 به توان منفی 1 به علاوه 2. 4 به توان منفی 1 میشه 1/4. 2 هم به جاش می‌نویسیم 8/4. 1/4 8/4 9/4. خداحافظ. الف. بریم به گفته اگه جی ایکس 66 بشه ایکس چی میشه؟ میگه این مساوی 66ه. بذاریم مساوی 66 یعنی 4 به توان ایکس به علاوه 2 برابر 66 بشه. یعنی 4 به توان ایکس برابر 64 بشه. 64 بچه‌ها میشه 4 به توان 3. خب از اینجا ایکس 3 به دست بیاد. خیلی راحت. بریم بعدی. گفته نمودار اینو تو بازه -2 تا 2 رسم کن. خب ببین اول 4 به نمای ایکس رو رسم میکنم. یه اینجور چیزی میشه. خب ببین تو -2 4 این 4 به نمای ایکس ها تو -2 4 به نمای ایکس اول رسم باید منهای کن. تو -2 میشه چی مقدارش؟ میشه 4 به نمای -2. یعنی تو -2 مقدارش میشه 4 به نمای -2 1/16. خب توی عرض از مبداش هم که یک توی 2 میشه چی؟ خب توی 2 میشه 4 به توان 2 16. حالا میگه اینو یه واحد بکش پایین. آقا یه واحد که بکشیمش پایین اینجوری میشه، یه اینجور فرمی میگیره. خب ببین اولا که دیگه تو -2 نمیشه یه 16. تو اولا که عرض از مبداش 0 میشه، این تو اینجور چیزی میشه. خب بعد تو -2 این یه واحد اومده پایین، یعنی میشه منهای 1 به علاوه 1/16. منهای 1 به علاوه 1/16. منهای 1 رو میشه گرفت منهای 16 به علاوه 1/15 میشه منهای 15/16. این تو منهای 2. توی 2 بچه مقدارش دیگه 16 نیست 15. ببین ارزا همه یه واحد اومدن پایین. این الان شد چی؟ شد آقا 4 به نمای x منهای 1 مبارک. بریم بعدی. گفته که جاهای خالی رو پر کنید. دامنه رادیکال 3 به نمای x. آقا این یه تابع نمای x مثبت به نمای x رسید. دامنه این بچه دامنه تابع نمای آره، بردش آره مثبت. این آره مثبت میتونی نشون بدی، 0 تا مثبت بی‌نهایت هم میتونی نشون بدی. حالا بهتره یکم، بعضی شاید اینو جنگولک فرض کنم. خب حالا کاری نریم. تابع این تابع 1 به 1 آقا لگاریتمی کلا 1 به 1 است و در نتیجه معکوس پذیر است. چیزی که 1 به 1 باشه معکوس پذیر. نمودار تابع این محور ارزها را در نقطه برز آقا به x ش بده 0. 1/6 به نمای 0 میشه 1 در نقطه برز 1 قطع میکنم. نمودار تابع این محور طولها را در نقطه آقا میخوای ببینید محور طولها رو کجا قطع میکنه؟ رو محور طولها ارز 0. 0 برابر لوگ x در مبنای 5. لوگ چی در مبنای 5 میشه 0؟ لوگ 1 در مبنای 5 میشه 0. 1 در هر مبنایی میشه 0. بعدی یه نامعادله نمایی گفته که اینو حل کن. آقا 256 بچه 2 به توان 5 32 2 به توان 6 64 2 به توان 7 میشه 128. 2 به توان 8 میشه 256. یعنی اون میشه 1 2 به نمای 8. خب این کمتر مساوی کیه؟ اون 8 رو می‌نویسم 2 به نمای 3 که به نمای 4 پی منهای 2 رسیده. خب اینو میتونم بیارم بالا توی منفی ضرب کنم. یعنی 2 به نمای منفی 8 توانش رو تو منفی ضرب کردم. اینم تو اینا ضرب کنم. میشه 2 به نمای 3 4 12 پی منهای 2 3 تا 6 تا. بچه‌ها چون پایشون بزرگتره که خط که بزنیم جهت عوض نمیشه. اگه پای بین 0 و 1 بود خط میزدیم جهت عوض میشد. الان 12 پی بزرگتر مساوی منهای 2 میشه بره اونور و از اینجا نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که پی باید بزرگتر مساوی منهای 2 12 یا منهای 1 ششم بشه. بعدی گفته حاصل عبارت‌های زیر را به دست بیاورید. خب حاصل عبارت‌های زیر را به دست بیاورید. خب از اینجا چیزی که از x رو باید به دست بیاریم. خب آقا نکن اینا رو من میتونم بنویسم چی؟ اینا رو میتونم بنویسم لگاریتم
3 9 تا 27 در مبنای 5. درسته؟ خب این هم میتونم بنویسم لگاریتمه. خب بچه این 2 میاد بالا سر 3 میشه 3 به توان 2 9 در مبنای 5. آقا لگ 9 در مبنای 5 منهای لگ x در مبنای 5 تبدیل به تقسیم میشه 9 xم در مبنای 5. بابا بنویس دیگه، تو هم بازیت گرفته، بعضی موقع قاطی میکنه. خب لگ 9 تقسیم برای x در مبنای 5 این ور میشه ها، منو ها رو تبدیل کرد به تقسیم، این ور 27 در مبنای 5. قشنگ شد. حالا اینا باید با هم برابر شن، یعنی 9 xم باید برابر 27 شه. آقا این به 9 میشه 1 به 9 میشه 3 x میشه 1/3. مبارکه. x میشه 1/3. آقا چکم کن قبول باشه. قبوله. خب باید جلوی لگاریتم مثبت پایین لگاریتم مثبت بشه، پایینش صفر، پایینش 1 نشه. خب اینجا ناکن. لگاریتم در نماست. حواست باشه از اون قانونه که بهت گفتم استفاده کن. کدوم قانون آقا سرنگی؟ آ به توان لگ b در مبنای c میشه b به توان لگ آ در مبنای c. جای اینا عوض میشه. منتها برای استفاده از این قانون توان باید یه دونه لگاریتم داشته باشه. یعنی این لگاریتم‌های توی توان رو شما باید تبدیل کنید به یه دونه لگاریتم درست حسابی. اینا رو خب میشه چی؟ میشه 4 به توان لگاریتم آقا رادیکال 5 تقسیم بر 3 در مبنای 2 تبدیل میشه به تقسیم دیگه. حالا جای این رادیکال 5 سوم و 4 عوض میشه رادیکال 5 تقسیم بر 3 به توان لگاریتم 4 در مبنای 2. بچه 4 رو من مینویسم 2 به توان 2. خب و این 2 البته توان بود، اینو باید بالا نوشته میشد. آره اینو باید بالا می نوشتم. خب اینجا آره 4 رو مینویسم 2 به توان 2. 2 رو میارم پشت میشه رادیکال 5 سوم به توان 2. چون این 2 که بیاد پشت میشه 2 ضرب در 1 2، یه 2 میمونه تو توان. اینم به توان برسه میشه 5 نهم. خداحافظ. همین حالا بعدی این لگ 15 چی میشه؟ اگه لگ 2 داده باشه لگ 3 هم داده باشه. 15 5 ستاست. یعنی شما اول باید زبل باشید لگ 5 رو حساب کنید. ببین لگ 2 به علاوه لگ 5 که میشد لگ 10 برابر 1 میشد. حالا لگ 2 داده آ. خب این آه. یعنی از اینجا من نتیجه میگیرم که لگ 5 برابر با 1 منهای آ میشه. خب اینو به دست آوردم. حالا لگ 15 رو خواسته. لگ 15 بچه 15 میشه 5 ستا، میشه لگ 5 ضرب در 3 که ضرب به جمع تبدیل میشه لگ 5 به علاوه لگ 3. آقا لگ 5 که 1 منهای آ بود، لگ 3 که بی خودش گفت، تموم شد. بریم بعدی. گفته آقا لگ آ در مبنای 30 رو دادم بهت، لگ بی در مبنای 30 رو دادم، اینو حساب کن. باید ببینیم این چیه اول. خب آقا این میشه لگاریتم آ2 رادیکال بی در مبنای B3. درسته؟ این 3 رو بیاریم پشت میشه 1/3. 1/3 کی؟ لگاریتم آ2 بی هم رادیکال بی هم بنویس بی به توان 1/2 در مبنای بی. درسته؟ خب حالا این 1/3 رو بنده پشت پرانتز. بچه لگاریتم ضرب رو به جمع تبدیل میکنه. این میشه لگاریتم آ2 در مبنای b به علاوه لگاریتم b به توان 1/2 در مبنای b. درسته؟ ادامه میدیم. میشه 1/3. این میشه 2 تا لگاریتم آ در مبنای b. این هم میشه 1/2 لگاریتم b در مبنای b. یعنی در واقع از من 1/3 2 تا لگاریتم آ در مبنای b به علاوه 1/2 را خواسته است. اینو از من خواسته. من لگاریتم آ در مبنای b رو میخوام. من دارم آقا لگ آ در مبنای c و b در مبنای c رو دارم. میگم آقا لگ آ در مبنای b، آقا سرنگی به من گفت میشه لگ آ قانون تغییر مبنا، آ در مبنای c به روی b در مبنای c. لگ آ در مبنای c رو دادی 3/4، لگ b در مبنای c رو دادی 7/9. بچه اگه مثلا لگ c در مبنای b رو میداد 9/7،
برعکسش میکردیم میشد لوگ بی در مبنای سی میشه 7/9. بعضی موقع از این جنگولک بازی هم در میارن، حواست باشه. خب اینو ساده کنی آقا 9 توی 3 ساده میشه 27، 4 هم در 7 ساده میشه 28. یعنی این 28 شد. حالا اون علامت سوالی که من دنبالشم میشه 1/3 دو تا از اینا، یعنی 2 تا 28 به علاوه 1/2. خب این هم که ساده میشه دیگه، میشه 14 میشه 1/3 27 14 به علاوه 1/2 هم می‌نویسیم 7 14. 7 تا و 27 تا میشه 34 تا، میشه 1/3 34 14. ساده کنی میشه 17 میشه 7. 7 تا 21 میشه 17 21. اینم از این و تمام. اینم از فصل توابع نمایی و لگاریتم. مطمئن باشید میرید سر جلسه امتحان میترکونید سوالاش، اصلا شک نداشته باشید. استراحتی میکنید، فصل بعدی در خدمتتون هستیم. ریاضیت با من فعلا.